نشر فیلم امریکایی لطیفه عزیزی در سینمای هالیوود. لطیفه عزیزی در این فیلم چه نقشی را بازی کرده است؟ لطیفه عزیزی در امریکا مصروف چه کارباری است و دلیل دوری وی از هنر موسیقی چیست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند جوان، موفق و ناماشنای کشور که اکنون مدل افغانی ولی کار برای برندهای امریکایی و کانادایی می کند. لطیفه عزیزی هنرمند موفق و جوان کشور کارهای هنری خود را با اشتراک در برنامه رقابتی ستاره افغان آغاز کرد و توانست در این پروسه رقابتی مقام سوم را از آن خود کند. لطیفه بعد از ختم پروسه ستاره افغان آهنگ‌های بیشماری برای علاقمندان و طرفدارانش نشر کرد که مورد حمایت بیشمار طرفدارانش قرار گرفت. لطیفه بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان با یک برادرش رخت سفر به کشور امریکا بست. لطیفه اکنون در کشور امریکا برای برندهای معتبر جهانی مدلینگ می کند و جدیداً لطیفه عزیزی در یک فیلم امریکایی نقش بازی کرده است که این فیلم امریکایی قرار است تا 2 روز دیگر در سینمای هالیوود نشر شود. لطیفه عزیزی در این فیلم امریکایی کاملا لباسهای برهنه و دور از فرهنگ افغانی بر تن کرده است. لطیفه عزیزی دلیل دوری از هنر موسیقی را مصروف بودن در کارهای سینمایی و کارهای مدلینگ خود می داند. ما هم منتظر نشر این فیلم امریکایی لطیفه عزیزی هستیم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. آرزوی موفقیت و سلامتی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.